سلام خانم، ببخشید موز دارین؟ همونجا جلوت دیگه نمیبینی؟ اینا چرا این رنگی هن؟ با توت فرنگی پیوند زدم جینگول شه. حالا مزه موز هم میده اینا؟ بعد پول یه میوه میدی دونو میبری؟ مهمون داری؟ بله. کی داره میاد خونت؟ مادر شوهرم. بده من لازم نکردین هم میوه بخری. اون زیر خیال پلاسیده دارم، همونا رو ببر واسه مادر شوهرت. موشی خودمی. من پیشی منی. میو ای جان. فردا میری تره بار بارمو بیاری دیگه. آره اصلا امشب میرم تا 3 و 4 اونجا میخوام گل بارو برات میگیرم میام. مرسی. داشتم یه نیم کیلو هلو بگیرم اومدم. داری میری پیش دوست دختره؟ بله. از ریشات خجالت نمیکشی؟ یه دفعه دست خالی برو دیگه. همین الان 5 کیلو هلو، 7 کیلو شلیل، 10 کیلو موز واسش میخری میبری. فهمیدی؟ چشم. خانم گلابی نیاوردین؟ آوردم، همشو خودم خوردم. ها اونا چیه؟ اینا رو هم خودم میخوام بخورم. برو سیب بردار، سیبام مونده. باشه. آقا زیاد خرید کن، مغازه رو بستم، میخوام با پولش برم واسه خودم خرید. چقدره؟ 1 کیلو. بیشتر وردا، کم برداشتی، وقت ترمیم ناخونم هم هست. کمه، بیشتر وردا. لنزم میخوام بخرم، 10 کیلو بخر. خانم بیا این کارت اصلا دست تو هر چی دوست داشتی برو بخر. مرسی. رمز 20 اینقدر گوجه رو فشار نده، له شدن، مگه مال باباته؟ ببین لک رو اون سیبا بیفته همون هندونه ها رو میکنم تو حلقت. اصلا نمیخواد میوه بخری، بیا فقط بادم چون ببر. چشم. بگی خانم چرا اینقدر زیاد کشیدی؟ چون با قیافت حال نمیکنم. گم شو بیرون.